مجددا سلام، امیدوارم که همتون پر انرژی و عالی باشین. با چند تا نکته درجه یک غافلگیرتون کردم توی قسمت اول. دیگه نیازمند یه استراحت کوتاهی بودیم هممون، هم من هم شما. امیدوارم که الان دیگه پر انرژی و خوب و همچین بریم ادامه بدیم آرایه‌های ادبی رو. یه بخشی از آرایه‌های ادبی باقی مونده که انشالله توی این جلسه ما اغراق و کار خواهیم کرد. دیگه جناس رو با هم صحبت میکنیم، سجع رو میگیم، ایهام و ایهام تناسب رو میگیم و عملا به این ترتیب آرایه‌های ادبی هم به پایان خودش میرسه و ما در مورد حل کردن سوالات ترکیبی آرایه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. بعدش هم چند تا آزمون تألیفیه که جواباشو براتون توی پنلتون قرار میدم. بریم که یک نصف دوم خوبم از آرایه پشت سر بذاریم که دیگه ایشالا روش مسلط بشین و سه نمره‌شو حتما بگیرین بچه‌ها. آرایه بعدی یعنی آرایه اولی که در واقع توی نیمه دوم کلاس با هم دیگه میخونیم، آرایه اغراقه. تعریف آرایه رو خوب گوش کن. تعریف آرایه گفته ادعای وجود یک صفت در کسی یا چیزی که محال یا بیش از حد متعارف باشه. باز تعریف رو میذاریم کنار، روش حل رو میریم سراغ. چجوری اغراق پیدا کنیم؟ بحث اینه. چجوری اغراق پیدا کنیم؟ اولین سوالی که باید بپرسین اینه که بیت شما درباره چیست؟ اینجا لازمه که شما ابیات کتاب درسیتون رو بشناسید، معانی و مفاهیمش رو بشناسید. از خودتون وقتی میپرسین بیت یا جمله درباره چیه، به یه جوابی برسید مثل X که موضوع اصلی اون بیت یا نوشته باشه. بعد توی سوال بعدی باید در مورد این X از خودتون یه سوال بپرسین. باید بپرسین آیا این X واقعی است؟ یه چیز خیلی مهمی رو بچه‌ها دقت بکنید. پرسیدن سوال آیا X واقعی است جوابش باید حتما بله بشه، ولی نه تا این حد. اصلا این کلن روش تشخیص آرای اغراقه. این چیزی که میگی شدنیه ولی نه تا این حد. بچه نه اینکه کلن نشدنی باشه ها. یه چیزی که کلن نشدنیه میشه یک چیز تخیلی. چیزای تخیلی اغراق نمیسازن. در مورد مثلا قد دیو من نمیتونم اغراق کنم. دیو چیه اصلا؟ گرفتی چی شد؟ در مورد چیزای واقعی میشه اغراق کرد. یه چیزی باشه، شدنی هم باشه، اما نه تا این حدی که شاعر میگه. مثلا در درس 12 فارسی 3 گفته یکی تازی برنشسته سیاه، سوار یک اسب عربی سیاه شده که همی خاک نعلش برآمد به ماه. که وقتی راه میرفت، چون آخه خاک نعل مال زمانیه که اسب حرکت میکنه دیگه، خاک از پشت نعلش بلند میشه. میگه خاک نعلش برآمد به ماه. این در مورد حرکت اسب است. آیا این اسب حرکت میکرده است؟ بله. آیا سرعت هم داشته است؟ بله. اما نه تا این حد که خاک نعلش برسه به آسمون. پس این اغراق دارد در سرعت حرکت اسب. بچه این به نظرم سوالی باشه که امسال امتحان نهایی بپرسه از اغراق. دیگه احتمالاً از شما نپرسن این بیت اغراق داره یا نداره، ازتون بپرسن اغراق در چی داره. اون وقت باید بگی موضوع اصلی این شعر سرعت اسب است، در سرعت اسب اغراق کرده. بعدی رو ببین. میگه ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد. یه نکته هم بچه ها بگم، در حیطه دانش شما نام دیگر این آرایه هم مبالغه است. البته در کتاب اشاره بهش نشده، فقط با همون اغراق میشناسیمش. اما خب در حیطه تخصصی تر اینا با هم دیگه فرق دارن که در حیطه درس شما همچین چیزی نیست. میگه ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد یوسف، بگو که هیچ نیاید برون ز چاه. این در مورد چیه؟ میگه من میترسم یوسف تو رو ببینه خجالت بکشه، بهش بگو نیاد بیرون از تو چاه. با کی داره صحبت میکنه؟ در مورد چی هستن؟ داره در مورد زیبایی معشوقش حرف میزنه.
میگه تو اونقدر قشنگی میترسم بیای بیرون، میترسم یوسف بیاد بیرون تو رو ببینه خجالت بکشه. بگو نه دستم بیرون. یوسف حالا چیه؟ نماد زیبایی تو ادبیات. پس این داره اغراق میکنه، چون معشوق قشنگ هست ولی نه در این حد دیگه. اغراقه. زیبا هست ولی نه در این حد. میگه 200 تا مرد آتش افروز اومدن. اغراق در زیبایی معشوق، نه یوسف. میگه 200 تا مرد آتش افروز اومدن. وای 200 تا اومدن. آره 200 تا اومدن. خود داریم 2 تا آتش بزرگ درست میکنیم با 5 نفر که نمیشه. 200. این اغراق نیستا. میگه شروع کردن به فوت کردن، نفت و ریختن روی چوب. اولش شروع میکنه دود کردن. اینا فوت میکنن که حرارت برسه به چوب، چوبا شعله ورشن. اینا فوت میکنن. اولین چیزی که درست میشه چیه؟ دود. آیا دود درست شده است؟ بله. آیا زیاد بوده است؟ بله. ببین فردوسی چی گفته؟ میگه یه جوری بود این دوده انگار که هوا مثل شب تاریک شد. بچه ها این تو معشوق است به صورت عمومی. در این شعر به خصوص چون ما مخاطبش رو میدونیم محسن حججی، بله زیبایی شهید منظور، وگرنه به صورت کلی در حیطه ادبیات عاشقانه است و با معشوق. حالا معشوق کیه تو این بیت؟ محسن حججی. اذیت نکنید. این شب آمد به روز یعنی هوای روشن روز عین شب تاریک شد. سوال: آیا دود درست شده؟ بله. آیا شدید بوده؟ بله. آیا سیاهی درست کرده؟ بله. اما آیا در این حد که هوا به سیاهی شب بشه؟ نه دیگه در این حد نه. پس اغراق داریم در شدت دود. میگه نهادند بر دشت هیزم 2 کوه. آیا هیزم زیاد آوردن گذاشتن؟ بله. آیا این هیزمی که گذاشتند به اندازه 2 کوه بوده است؟ زیاد بوده ولی نه در این حد. اقرا. میگه جهانی نظاره شده همگروه. مردم جهان اومدن نظاره کردن. کل جهان؟ نه. ایران. کل ایران؟ نه. همون شهر نهایتاً کل مردمش اومدن. پس این اغراقه. جهانی نظاره. اغراق در چیه؟ مردم جمع شدن یا نه؟ بله. زیاد بودن یا نه؟ بله. پس این اغراق در زیادی مردمه. این اغراق در زیادی مقدار هیزمه. بوده ولی نه به اندازه کو. بوده نه کل جهان. اغراق. و مثالهای دیگری که همشون در کتاب درسی چون زیادن اینجا نیومدن، با همین روش به راحتی قابل شناسایی هستن. آرای بعدی که میخونیم جناسه. یه نکته خیلی مهم بچه ها داره این جناس. به این جناس 2 مدله. خب یه دونه جناس تام یا همسان داریم، یه دونه جناس ناقص یا ناهمسان داریم. شما باید این دوتا رو جدا جدا یاد بگیرین، بعد توی ذهن خودتون اینا رو بزنیدشون سر هم دیگه بچه ها، و بعد وقتی میگن جناس به هر دوتاش فکر بکنید. ببین جناس یعنی آوردن 2 تا واژه توی کلام به شرط اختلاف معنی. این نکته بسیار نکته مهمی است. حالا جلوتر بهش خواهم پرداخت. فرقی نمیکنه جناس شما تام است یا ناقص، همسان است یا ناهمسان. بله کسرا ممکنه اینا ارتباطی با هم ندارن. جناس تام باشه یا ناقص، همسان باشه یا ناهمسان، باید اختلاف معنی حتما وجود داشته باشه. یا اون 2 تا کلمه در ظاهر کاملا یکسانن، یا یک اختلاف جزئی داشته باشن. این تعریف آرای جناسه. اگر 2 تا کلمه ظاهرشون کاملا یکسان باشه با اختلاف معنی، ظاهر کاملا یکسان و اختلاف معنی، بهش میگن جناس تام یا همسان. در درس 6 شما آمده است نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش یعنی نغمه هایش، پرده های ما درید، حجاب های ما رو از بین برد، راز ما رو آشکار کرد. یا حجاب از جلوی چشممون گرفت تا بهتر ببینیم حقیقت رو. 2 تا کلمه پرده ها داریم که معنیشون با هم متفاوته، ظاهرشون کاملا یکسان.
بهش میگن جناس همسان. شرط اختلاف معنی برای ما خیلی مهمه. اگر این ظاهر یکسانه باشه اما معنی هم یکسان باشه، دیگه این آرایه رو بهش میگن تکرار. اینجا دوتا تن داریم، دوتا جان داریم، ظاهراً عین همدیگن، اما چون معنی های اونها هم یکسانه، دیگه جناس همسانی در کار نیست، تکرار فقط وجود داره. واضحه؟ سوال امتحان نهایی رو ببین. گفته در بیت زیر آرای درست را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید. تشبیه داریم یا جناس همسان؟ یه نکته خیلی مهمی رو من اینجا بچه‌ها به شما بگم. یه سبکی از سوالات آرایی که در امتحان نهایی خیلی رایجه، جلوتر بهش خواهیم پرداخت. همین جوریه که یک بیتو میدن، بین دو آرایه باید انتخاب کنیم. بهتون توصیه اکید میکنم برای جلوگیری از اشتباه حتما اون آرایه‌ای رو انتخاب کنید که پیداش کردید. نگید خب من تشبیه نمیبینم پس اون یکی، اونو نمیبینم پس اون یکی. نه، پیداش کنید و جواب بدید. مثلا اینجا اگه میخوای بزنید تشبیه رو بهم نشون بده، میخوای بزنید جناس همسان بهم نشون بده. و دقت کن گفته جناس همسان. خیلی وقتا پیش میاد، من دیدم دانش آموزا میان میگن خب جعفری می و نی با هم جناس دارن. گیج بازی در نیار، اینا با هم اختلاف دارن. حالا میریم میخونیم به اینا میگن جناس ناهمسان. جناس همسان گفته ظاهرشون یکسان باشد. کلمه با ظاهر یکسان چی داریم؟ فتاد رو داریم با این فتاد، عشق رو داریم با این عشق، اندر رو داریم با این اندر. ظاهراشون یکیه، کدوماشون معنیشون فرق میکنه؟ معنیشون همشون یکیه. پس قاعدتا جناس همسان نداریم. ولی نمیزنم تشبیه، قرارمون شد تشبیه رو پیدا کنیم بعد بزنیم. واضحا تشبیهمون چیه تو این بیته؟ واضحا آفرین محمد صادق، آتش عشق رو قبلا خوندیم با هم دیگه. داره میگه عشقی که مانند آتشه. این یک اضافه تشبیهی است. تشبیه رو پیدا کردم، تشبیه رو انتخاب میکنم. گفته در کدام بیت زیر جناس همسان نداریم؟ چرا؟ ببین کلمه یکسان خیلی داریم. مثلا ما اینجا گرد و گرد رو داریم مثل هم دیگن. تو پایینی یه دونه کی اینجا داریم، یه دونه کی اینجا داریم، یه دونه کی اینجا داریم. معنیاشون باید بررسیش، ظاهرشون یکسانه. اینجا یه دونه نیست داریم با یه باد، اینورم یه دونه نیست داریم با یه باد، یه آتش داریم با یه آتش. کدومش جناس همسان نیست و چرا؟ باید چی رو چک کنیم؟ معنی رو باید چک کنیم. معنی میگه همگی ساکت، دور تا دورش، اطرافش مانند صدف، اطراف مروارید، دور مروارید. بچه این سه تا گرد به کار رفته، اینجا هر سه تاش یه معنیه. پس این جناس همسان نداره. چرا نداره؟ چون معنی این کلمه ها یکسانه. معنی کلمات یکسان است. گردا همشون توی معنی به کار رفت. به جاش دومی ببین میگه کاووس کیانی که کیش نام نهادند. کی اول معنی پادشاه میده. کاووس کیانی که اون رو پادشاه نامیدند. میگه کی بود؟ کجا بود؟ کیش نام نهادند. این دوتا کی بعدی هر دوتاش در معنای چه زمانی استفاده شده. ظاهرا یکسان، معنی‌ها فرق کنه. جناس همسان داریم. این آتیش اولی معنای آتش واقعی میده، همون فایر خودمونه. این آتیش منظور عشقه، پس معنی اینا با هم فرق میکنه. گفته این صدای نی آتش است و نیست باد، هوا نیست. این نیسته فعل باده، یعنی باد هوا، جابجایی هوا. هر که این آتش ندارد نیست باد. نیست اینجا یعنی نابود، باد فعلمونه. پس این باده با این باده، این نیسته با این نیسته، این آتشه با اون آتشه، سه تاشون معنیاشون فرق میکنه. یعنی ما اینجا 3 بار جناس همسان داریم.
باید بزنیدش روی اسپیکر گوشیه. آره جالب شد. پس باید معنی اینا رو تو کتابامون بلد باشیم بچه. درسته؟ یه نکته از اینجا استخراج میشه که این نکته مهمه بچه ها. جعفری این کلمه آتش در معنی واقعی استفاده شد، این آتشه در معنای استعاری استفاده شد. آیا اینا با هم جناس همسان میسازن؟ بله. مثلا من اگر یک بار ماه رو استفاده کنم در معنای ماه، مون، ماه تو آسمون، یک بار استفادهش کنم به عنوان استعاره از معشوق، آیا اینها با هم دیگه جناس همسان میسازن؟ بله، معنیاشون فرق میکنه، چرا نسازن؟ پس اینا رو میشه با هم دیگه جناس همسان دونست، حواسمون باشه. اما این جناس همسان بود. دسته بعدی جناس ها رو بهشون میگن جناس های ناهمسان. یک نکته ای رو دقت بکنید، انواع جناس های ناهمسان در آرایه های قدیمی تر، در آموزش های قدیمی تر آرایه تعدادشون زیادتره. در آموزش های معاصرتر و مدرنتر اینا رو خلاصش کردیم به این سه حالت و شما در حد کتاب آموزش و پرورش فارسی 12 برای امتحان نهایی همین سه مدل رو لازم دارید. پس اگر موارد دیگری رو از معلماتون شنیدید، نمیگم غلطه، اما رایج نیست و مورد توجه نیست بچه‌ها. ببین قراره 2 تا واژه به کار بره که این 2 تا واژه با همدیگه توی یه صدا فرق بکنن. به این میگن جناس ناقص یا ناهمسان. بچه این 2 تا نا رو ببینید، ناقص، ناهمسان، که یادتون بمونه. این اختلافی که میگم در یک صدا با هم دیگه دارن چجوریه؟ گوش کن. این اختلاف میتواند اختلاف در حرکت باشد، یعنی یه ا او با هم فرق کنن، مثل گل و گل. بله بله بله، اسنادی بود اون باده. مثلا میگه باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین. کتاب 11 اینو داریمش، رفت اینجا با رفت اینجا جناس داره. جعفری مگه فعلا هم با هم دیگه جناس میسازن؟ آره. اوه چه نکته‌ای، فعلا هم کلمن با هم جناس میسازن. مشکلش چیه؟ کجاش تعجب آوره؟ یه ا و یه او با هم فرق دارن، پس اختلاف در حرکت دارن. 2. این اختلاف میتواند در یک حرف باشد. بشنوین نی چون شکایت میکند. شکایت. از جدایی ها حکایت میکند. حکایت. 2 تا کلمه کاملا عین همن، این ش داره اون ه. شکایت، حکایت با هم دیگه میشن جناس. بعضی وقتا مثل این 2 تا اختلاف نیست ماجرا. ماجرا افزایش در یک حرف است. یعنی چی افزایش در یک حرف؟ یعنی مثلا من اینجا یه دونه کلمه من دارم، تصمیم گرفتم یه دونه چه بیارم اولش، بشه چمن. این همینه، فقط یه چه بهش اضافه شده. باز اینم میشه جناس ناقص یا ناهمسان. پس جناس ناقص یا ناهمسان یعنی 2 تا کلمه، همین 3 تا بسه بچه‌ها، موارد دیگه شو نمیخواد. همین 3 تا رو بلد باشین کافیه. یا اختلاف در حرکت، نمونهش در کتاب‌های شما نیست، کمیابه. یه حرف با هم اختلاف داشته باشن یا یه حرف یکیشون زیادی داشته باشه. مرسوم ترینش همین وسطی است بچه. یه سوال بپرسم، سوال مهم. به نظر شما کلمه های پشتیبان و کشتیبان میتونن با هم دیگه جناس بسازن؟ چند ثانیه فکر کن، بعد با دقت جواب اینو بده. آفرین. جواب جناس نیسته ها. این پارسال خرداد 1402 سوال بوده ها. ما اینجا داریم پشتیبان، اینجا داریم کشتیبان.
یا کشتیبان. اینجا یه او و ا اختلافه، یه دونه پ و ک اختلافه ها. اختلاف شده یه حرف و یه حرکت. میگم اختلاف باید یا در یه حرکت باشد یا در یه حرف باشد. پس اینو نمیتونیم جناس بگیریم بچه، خیلی مراقب باشین. پس میتونم یه نتیجه ای بگیرم که جناس آرایه است لغزنده، آرایه است بسیار در معرض بیدقتی و سوتی دادن. به راحتی سوتی میدی، نباید بذاری این اتفاق بیفته، باید جلو سوتی دادن رو باید بگیری. پس باید با دقت دنبالش بگردی. مثلا سوال پرسیده این به جناس داره یا تضاد. دوباره تاکید میکنم اینو داره یا اونو، اونی که پیدا میکنی و بزن، نه یا بگو خب من جناس ندیدم پس تضاد. این غلطه. پس نداریم، باید خودشو پیدا کنی. کدومو؟ جناس بگردیم، کلمه کلمه تطابق بدیم، دونه دونه تطابق بدیم. مگه اینجا من یه دونه کلمه سرد ندارم که کاملا شبیه درده، فقط یه اختلاف ریز دارن با هم، یه حرف با هم فرق دارن. این درد، سرد. جناس ناهمسان داریم، پس جناس رو انتخاب میکنم. میگم بچه ها چی میگین؟ برزخ یعنی حالت میان دو تا چیز. اون دوزخ یعنی جهنم، آتیش گرمه. سرد که مخالفش میشه گرم. تازه دوزخ هم متضادش میشه بهشت. تضاد چیه اصلا میگین؟ جعفری من اینجا جناس رو بین یه چیز دیگری در نظر گرفتم. اومدم بین در و درد جناس گرفتم. اینم جناسه؟ جواب بله، این هم جناسه. حالا چرا؟ خوب به حرفم گوش کن. ببینین بچه ها، قاعدتاً جناس اساساً قرار بوده بین اسمها، صفتها و فعلها پدید بیاد. یعنی اون چیزی که در حد و اندازه جناس بوده و ارزشمند به اندازه‌ای که بتونیم بهش بگیم جناس، اسمها و صفتها و فعلها بودن. وقتی بچه ها پای یک فعل میاد وسط، آروین جان، برزخ میگم حالت میان یه چیزه. حتی پارادوکس هم نیست. اگه گفته بود دوزخ سرد میشد پارادوکس. اون جهنم دوزخ اسمش، برزخ وسط رو میگن برزخ. معلومه که نه امیر حسین، برزخ حد میان یه چیزه. مگه گرم و سرد داره حد میان یه چیز؟ دو چیز. چرا اذیت میکنین؟ بین اسمها، صفتها و فعلها منطقی است که جناس برقرار بشه. پای حرف که میاد وسط یه ذره داستان داریم. مثلا حرف منظورم چیه؟ مثلا منظورم دره. ببین بچه‌ها، اگر طرف مقابل حرف یک اسم یا یک صفت یا یک فعل بود، مثل درد، اینو ازش قبول میکنیم بچه‌ها به عنوان در واقع حرمت و احترام این اسم یا صفته. این جناس رو قبول میکنیم. مثلا با باد رو. اما بچه‌ها وقتی دو طرف حرف باشن، مثلا در با بر، دیگه اینو با عرض احترام جناس نمیگیریم، چون اصلا هیچ کلمه‌ای در حد و اندازه جناس نیست. دو تا حرفن که 50% با هم دیگه اختلاف دارن. این در اون بر، یه دال شده به 50% کلمه عوض شد. پس نه، اونقدر اینا کوچیکن که دیگه بین دو تا حرف ترجیحمون اینه که جناس نگیریم بچه‌ها. ولی اگر یک طرف حرف باشه و دیگری اسم یا صفت یا فعل، به حرمت اون اسم و صفت و فعل جناس رو برقرار میکنیم. حالا سوالو ببین. سوال چی گفته؟ گفته در این بیت کدوم واژه ها جناس پدید میارن؟ خیلی سوال آسون و ساده. بین پاک و خاک یه اختلاف هست و میشه جناس. جعفری من میخواستم یه چیز دیگر رو بگم. من میخواستم بگفت و بگفتار رو بگم. یه اختلاف که بیشتر ندارن. چرا اینو نگیریم جناس؟ بچه ها من گفتم شرط اصلی آرای جناس چیه بچه ها؟ شرط اصلی آرای جناس چیه بچه ها؟
اختلاف در معنی. درسته این به گفتهای یه دونه آ زیادی داره. خب این به گفت که هم معنیشه، چرا بگیرم جناس؟ این مثل اینه که علی اینور علی عینک زده، الان شد یکی دیگه خودشه. آخه خودش نمیتونه با خودش جناس باشه، باید معنیاشون فرق کنه بچه. خیلی مهمه. حالا به یه چالش میخوام دعوتتون کنم. 2 دقیقه فرصت میدم. 2 دقیقه. معنیشون یکی نیست مگه کسرا جان؟ مگه نمیگم باید معنیاش فهم؟ مثلا من دیدم بچه ها مثلا چاه رو با چه میگیرن جناس. آقا اینا یه چیزن. راه با ره یه چیزن، جناس نیستن اینا. معنی باید فرق کنه. به یه چالش دعوتتون میکنم. 2-3 دقیقه فرصت میدم. هر چی جناس تو اینا هست با دقت، دست کم نگیرا. مطمئنم غافلگیرت قراره بکنم چون احتمال از زیر دست در رفتنت زیاده. 2 دقیقه بهت فرصت میدم، هر چی جناس تو اینا هست بکش بیرون. بریم ببینیم چی داشتیم جناس. اولی آسون بوده خیلی، بین ساروان و کاروان یه دونه اختلاف جزئی. بعدی جناساش زیادترن ها. مثلا شما یه دونه جم اینجا دارین که با جام اینجا جناسه. یه دونه مال دارین که با ما جناسه. یه دونه را دارین که با ما جناسه، یکیش حرفه اون یکی اسمه. یه دونه جناس دیگه هم دارین. نه همشون ناهمسان بودن، ولی اینجا علاوه بر جناس ناهمسان همسان هم داره. ندیدینش، ندیدم کسی بگتش، ندیدینش. جناس همین جوری از زیر دست در میره ها. این است فعل اسنادیه. این است یعنی وجود دارد، غیر اسنادیه. پس معنی این دوتا فعل با هم فرق میکنه، پس با هم دیگه جناس همسان میسازن. به همین راحتی جا میفته ها، حواست باشه. جام و جم هم معنی نیستن. جم مخفف جمشیده، جام یعنی جام. چجوری هم؟
گفته از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به درآید فعلا فعل باشن. بعضیا یه حرفایی میزنن آدم شاخش در میاد. من استاد بزرگ با ما چجوری میتونه جناس داشته باشه؟ اینکه او و آشون فرق دارن، یه دونه نونم زیادی داره. حرفای عجیبی میزنن اینا. بعضیا هم میان میگن که و که. البته یه نکته رو من توضیح دادم، این کلمه در حال حاضر کز هست، یعنی دیگه اینا مخفف شده دیگه. به نظرم خیلی منطقی نیست این که و این که رو با هم بخوایم جناس بدونیم. اینکه از نظر دستوری بدونین که یکی از اینها حرف ربط وابسته ساز اون یکی نیست خوبه، ولی جناسش خیلی منطقی نیست. مورد داریم برام نوشته جام و مال. چی اختلاف دقیقاً تو این دوتا فقط یه دونه مشترک دارن، این که فرق داره اینم فرق داره، این اصلا دیگه از جزئی خارج شد، دو تا کلمه دیگه است. چی میگین؟ یا خدا. تو بعدی پیدا نکردیم جعفری. خیلی خوب، همینه. جناس ذاتش همین از دست در رفتن هاشه. خیلی باید مراقبش باشی. خیلی راحت سر میخوره. پست و است با هم دیگه جناسن، در کنار هم دیگه. توی بعدی یه دونه زود با یه دونه بود، جناس ناهمسانشون واضحه. اما یه دونه کلمه سی تا پرنده با سیمرغ رو هم میشه بچه ها با هم دیگه جناس همسان دونستش. درستش اینه که در ادبیات فارسی به این نوع از جناس که دو کلمه در کنار هم دیگه شبیه یک کلمه میشه، اصطلاحاً میگن جناس مرکب. ولی خب چون در حیطه کتاب شما نیست، بین همسان و ناهمسان منطقی تره که بهش همسان بگیم. ولی خب در واقع جناس همسان نیست و جناس مرکبه. این که جناس هستند مهمه. این سی تا پرنده است، اون سیمرغ. آرای بعدی آرای سجعه. آرای سجع توی نثر پیداش میکنیم، توی متن دیگه، نه توی شعر. سجع توی نثر معادل قافیه توی شعره. قافیه رو توی شعر کجا دنبالش میگردیم و پیداش میکنیم؟ در انتهای مصرع‌ها و ابیات. پس بهتر است سجع رو هم کجا پیدا کنیم؟ در انتهای جملات. چرا میگم بهتر است؟ چون قاعدتاً بله خانم مطهره، نوع جناس که تام یا همسان است یا ناقص یا ناهمسان رو ازتون میپرسن، پس این مهمه. میگه سجع رو باید تو انتهای جمله ها پیدا کنی، ولی بهتر است. چون بچه ها قاعدتاً ما سجع رو در میانه جملات هم میتونیم داشته باشیم، ولی درستش در حیطه امتحان نهایی کتاب بهتر ته جمله ها دنبالش بگردیم. اولش توضیح دادم، امید گفتم انواع دیگری هم هست که در حیطه کتاب ما نیست. ته جمله ها دنبال چی بگردیم؟ دنبال دو تا واژه که از نظر حروف پایانی یا وزن یا هر دوتاش شبیه هم دیگه باشن. رشتت اگر ریاضی و تجربیه، تو ادبیات عمومی دوتا واژه هم وزن بهت نمیدن، چون وزن بلد نیستی پیدا کنی. انسانیا ولی بلدن وزن پیدا کنن، پس شاید به اونا سوال بدن، ولی بعیده ها، بعیده. تو ادبیات عمومی همون حروف پایانی خیلی آرای آسون و روونیه، نیازی به هیچ گونه نگرانی در موردش نیست. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قراره که من دو عدد جمله دارم در متن، این دو کلمه پایانی رو با هم مقایسه میکنم. حروف پایانی مشترک داشتن بهش میگم سجع. نثری که دارای سجع باشه رو میگن مسجع. واژه هایی که با هم سجع میسازن رو میگن واژگان سجع. جعفری اگر اومدیم این و این کاملا یکسان بودن چی کار میکنیم؟ یه دونه کلمه میریم عقب، این دوتا رو نگاه میکنیم. ببین اینجا رو،
میگه بدان که از جمله نامهای حسن یکی جمال است و یکی کمال است. من 2 تا است دارم، این 2 تا است که هیچی، بریزشون دور، کاری باشون نداریم. یه کلمه بیا عقب، واژه های سجع میشن کمال و جمال، به خاطر که آخر هر 2 تاشون اعمال هست. حروف پایانی مشابه، این 2 تا با هم جناس دارن؟ بله. جمال و کمال میشد جناس هم نداشته باشن؟ بله. فقط حرف یا حروف پایانی یکسان داشته باشن. ما قاعدتا 3 مدل سجع داریم. سجع مطرف داریم، متوازی داریم، متوازن داریم. این انواع مال علوم و فنون ادبی انسانی است. من دارم ادبیات عمومی آرایه‌اش رو میگم، پس به دردتون نمیخوره. در عبارت فلان گفته واژگان سجع رو بنویسید. ببین، هم شده و گشته پایان مشابه دارن، هم فائق و باسق حروف پایانی مشترک دارن. پس این 2 تا رو برای سجع باید بنویسی. فائق و باسق، شده و گشته. اون ا داره آخرش، اونم اق دارن آخرش. گفته آرای لفظی سجع رو تو اینا پیدا کن. شهریور 1401. این که اندیشیدم، این دیده انده، اینا که اصلا پایانشون شبیه هم نیست. سرخیش گرفتم، راه مدرسه در پیش گرفتم. این 2 تا گرفتم که هیچی، ولشون کن. یه دونه بیایم عقب، اینجا خیش داریم، اینجا پیش داریم. پس اینا 2 تا میشن واژگان سجع. سوال بعدی رو ببین. خرداد 1400 اصلا با همون شوخی کرده. گفته در نوشته فلان سجع دیده میشه یا حسامیزی، که واضحا زمزمه لطیف رو امروز خوندیم که حسامیزی لطیف لامسه رو برا زمزمه آورده. بعد اصلا یه چیزی، مگه برا سجع ما نباید حداقل 2 تا جمله داشته باشیم که تهشون رو چک کنیم؟ اصلا خب یه جمله است که کلا شوخی داره با همون، مگه مسخرمون کرده؟ آره اینا مال قدیمه که اینجور سوالای شوخی میومد. الان امتحان نهایی خیلی جدیه دیگه، این شوخی ها گذشت، همه جدی شدن دیگه. سوال اینجوری شوخی نمیبینی اینا. پس حسامیزی رو داره، چون اصلا سجع نداره، یه جمله است. خرداد 1402 با سوال از سجع اومده. گفته در عبارات مسجع زیر، عبارتی که سجع داره بهش میگن مسجع. واژه های سجع رو گفته معلوم کنید. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است. استاشو می ریزیم دور، بین حیات و ذات سجع داریم. سجع داریم و جناس نداریم. مگه این نگفته فرو می رود؟ اینم گفته بر می آید. اینا هم مگه ته جمله نیستن؟ خب اینا هم با هم دیگه سجع. آخر جفتشون مهدیه. ا مگه نداره؟ شد ا گشت ا. فرو می رو اد، برمی آی اد. حروف پایانی مشترک دارن. میگه یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده بود. کرده بود هیچی. یه دونش رو بیایم عقب، بین دراز و آغاز سجع برقراره. آقا بین اذیت و رعیت چی؟ اونم میشه سجع گرفت. سجع که فقط ته شعر نیست، ته جمله نیست که، قاعدتا وسطای جمله میشه. ولی در کتاب شما بهتر دراز و آغاز رو بگیم، کاری به رعیت و اذیت نداشته باشیم، تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از قربت جورش راه قربت گرفتند. آخر هر دوتاش تند داریم. سجع درست کرده. خدایی آرای آسونی، اذیتی نداره برامون. آرای بعدی آرای جونداریه، ایهام و ایهام تناسب. خیلی هاشو اینجا بهتون میگم، ولی بچه ها گوشه ذهنتون داشته باشین که باز هم کامل و کاملتر باید در کتاب درسیتون بگردید، با مطالعه بخش‌های مختلف کتاب درسیتون ایهام‌های مختلف، ایهام تناسب‌های مختلف رو استخراج کنید و وارد کتابتون بکنید بچه.
وارد جزوتون بکنید. هر موردی که میخونید احتمال اینکه مورد دیگری در کتاب درسیتون پیدا بشه و به شما سوال بدن زیاده. قبلا که کنکور سراسری بود، آرای ایهام و ایهام تناسب غول کنکور بود. یعنی ما میگفتیم مثلا 5-6 صفحه بیا کلمه های دارای چند معنی حفظ کن. عرضم به خدمت شما که بعد بیا برو کلی تست بزن، بعد تمرین کن تمام کنکورهای سراسری سالهای قبل و اینا رو حل کن. بعد یه مرحله آخر هم داشت پیدا کردن ایهام و ایهام تناسب، مرحله دعا. یعنی همه این کارا رو که انجام میدادی تهش باید دعا میکردی، خدایا پروردگارا کمک کن که همینایی که خوندم بیاد داخل امتحان. الان به این شدت دیگه نیست و سوال قشنگی میشه ازش طراحی کرد از خود همون کتاب درسی و الان مشکلش جمع‌آوری لیست کامله که این دست خودتون رو میبوسه. من کمک میکنم بهتون، حالا سعیم هم میکنم توی کانالم یه لیست خیلی کامل ازش دم امتحان نهایی بذارم داخل کانال که برای شب امتحان نهایی اذیت نشین. کانال رو دنبال کنین بچه‌ها، اگر که دسترسی به تلگرام دارین کانال رو باشین، اینجا پایین براتون گذاشتم. یه تعدادی رو امروز با هم کار میکنیم ولی خب این همش نیست. این دوتا آرایه فقط اسماشون شبیه همه. اسم یکیش محمده، اسم اون یکی محمد علی. فقط اسماشون شبیه وگرنه کلهم با هم فرق دارن ها. فرض کن در بیت شما یک کلمه ای وجود داشته باشه مثل X که این X وقتی میری براش فرهنگ لغت رو باز میکنی میبینی 2 تا معنی براش نوشته شده، مثلا X1 و X2. یک بار جمله رو با X1 میخونی معنی میده، یک بار هم با X2 میخونی میبینی معنی میده. نیست امیرحسین؟ نیست. وقتی هر دو کلمه معنای درستی رو وارد جمله میکنن به این آرایه‌ای که ایجاد میشه ایهام میگن. یه چند ثانیه به حرفم گوش کن. یه بار به عنوان یه چیز خارج درسی یه حالی بهت بدم، یه ذره شاید با ادبیات آشتی کردی. من زمانی که همسن شما بودم ایهام و ایهام تناسب توی کنکور تستی سوال می اومد، همیشه سوال بود برام که آقا اصلا ایهام و ایهام تناسب به چه درد میخوره که من با حالا حفظ کنم که یه کلمه ای 2 تا معنی میده یا 3 تا معنی میده یا چی. میخوام این سوال رو برای شما پاسخ بدم که چرا شاعرها از ایهام استفاده میکنن. یا مثلا یه سوالی که خیلی ها رو دیدم ذهنشون رو مشغول میکنه اینه، اینا تو شعر بوده، یعنی شاعر عمدن ایجاد کرده یا یهویی جاشو ما اومدیم تحلیل کردیم؟ دیدین این کلیپ‌های اینستاگرامی رو؟ مثلا میبینی سعدی زیر درخت نشسته با معشوقش یه چیزی میگه، بعد مثلا 700 سال بعد معلم ادبیات میاد اینا رو تجزیه و تحلیل میکنه. بچه‌ها واقعا اینجوری نبوده. یعنی این تخیله که ما بخوایم فکر کنیم عمده اشعار شاعران بسیار باهوشی مثل حافظ یا سعدی حاصل الهام و وحی، خوابیده یهو بیدار میشه، اوه کاغذ بیاری میخوام شعر بگم، وای به ذهنم چیزی رسید. اصلا مسخره است همچین باوری. حافظ رو اشعارش کار میکرده، نسخ خطی موجوده که حافظ اشعارش رو ویراستاری میکرده، کلمه های بهتری به ذهنش میرسیده، جایگزین میکرده، خلاقیت نشون میداده. حالا یه شعر جالب براتون بنویسم. شاعر میگه گل ز دست غیر میگیری و بر سر میزنی. در میان عاشقان این سرزنش ما را بس است. شاعر دست معشوقش رو میگیره، با هم میرن مهمونی. یکم تشنش میشه این شاعر، میره سر اون میز، آبی هست آب بنوشه.
تشنگیشو آتششو برطرف. میره پای اون میز برخوش یه لیوان آب بریزه، اون گوشه نگاه میکنه میبینه یه نفر اومد نزدیک معشوقش، یه دونه شاخه گل داد به معشوقش. آخ 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 آخ. بعد این معشوقه گلو گرفت زد به موهاش. البته من مو ندارم نشون بدم، همون که نیست. شما اونو فرض کنید. زد گلو به موهاش. شاعر آبو ول کرد، بدو اومد پیش معشوق، گفت کارت به جای رسیده که گل ز دست غیر میگیری و بر سر میزنی؟ از دست یکی دیگه گل میگیری میزنی به موات؟ معشوق میگه که تو به چه حقی با من اینجوری صحبت میکنی؟ دلم خواست. اصلا تو کی هستی؟ کی بودی شما که با من اینجوری صحبت؟ دوست داشتم، من چیکار کردم؟ گل گرفتم زدم به مو. اوه اوه اوه، خطرناک شد. شاعر گفته گل ز دست غیر میگیری و بر سر میزنی. گل از دست یکی دیگه میگیری میزنی به موهات در میان عاشقان. این سرزنش ما را بس است. سرزنش یکی از معنیاش ملامته. شاعر میگه گل از دست بقیه میگیری میزنی به موهات ها. حالا دیگه تا آخر اون باید وایسم جواب سرزنش‌های مردم رو بدم، بگم این چه معشوقیه ما داشتیم از یکی دیگه گل. آقا همینو معشوق میگه تو کی بودی با من اینجوری صحبت میکنی؟ شاعر میگه نه، اشتباه خوندی، اشتباه فهمیدی. دارم میگم تو گل از دست یکی دیگه میگیری میزنی به موات در میان عاشقان. همین سرزن اش یعنی همین گل را به سر زدن برای ما کافی، اصلا اشکالی نداره عزیزم. تو همین که گلو از دست یکی بگی فرقی نداره من یا کس میزنی به موت قشنگ میشه، همین برای من بسه. این یعنی ایهام. ایهام یعنی تعریف عاشقانه‌ای که با عتاب همراهه. عتابی که معشوق وقتی ناراحت میشه قابل تعبیر به ستایشه، ستایش زیبایی. ایهام این کارو میکنه در جمله. یه ایهام معروف کتاب فارسیتون داره خیلی جالبه، گوش کن اینجا رو. یکی از ایهامای قشنگ کتاب درسیتون توی درس 2 اومده، گفته با محتسبم عیب مگویید. میگه عیب منو به محتسب نگید که او نیز پیوسته شما در طلب عیش مدام است. عیب منو نرو به محتسب بگو، اونم مثل خودمونه، دائما دنبال عیش مدامه. مدام یه معنیش یعنی شراب. حافظ داره یک انتقاد خیلی حرفه‌ای میکنه از ریاکاری محتسب. میگه محتسب اونجوری که شما فکر میکنین نیست، اون آدم خوبه نیست، اتفاقا اونم مثل ما دائم دنبال شرابخواریه. تو میخوای بری عیب منو به اون بگی؟ بچه یه لحظه بیاین با خودتون فکر کنید. در اون فضای سیاسی به نظرتون حافظ میتونه دستشو بزنه به کمرش بره کف کوچه داد بزنه آی این محتسبم مثل خودمه دائم داره شراب میخوره؟ خب میان باهاش صحبت میکنن، میگیرنش میبرنش در یک اتاقی باهاش صحبت میکنن که این چه حرف زشتیه تو زدی. صحبت میکنن باهاش. اون موقعی که میبرن باهاش صحبت میکنن میگه اشتباه فهمیدین، من اصلا منظورم وقتی گفتم مدام شراب نبوده که، منظورم همیشگی بوده. گفتم آدم خوبیه، اون همش دنبال خوشحال بودنه، منم دنبال خوشحال بودنم، فقط من خاک تو سرم اشتباه کردم از طریق شراب. اون خوشحالی همیشگی داره از طریق دیگری. اشتباه فهمیدین، منظورم این نبود. دو پهلو بودن رو میبینی؟ ایهام اینه هنرش. ایهام اون انتقادیه که نتونن بابتش دستگیرت کنن، ببرن باهات صحبت کنن. اوه ایهام یه همچین کار کردی داره. حالا ممکنه تو برات سوال بشه اینا به نظرتون استاد شانسی نبوده؟ بیا برو یه دونه شانسی بگو. تو حالا شبانه روز داری همینجور مثل رادیو روشن حرف میزنی، کدوم جملت اینجوری دو پهلو ایهام داره؟ نیست آقا، نیست. هوش میخواد،
استعداد میخواد، تسلط بر کلام میخواد که حافظ داشته. پس هرگاه یک واژه‌ای مثل این مدام دو معنی داشته باشد و هر دو معنی جمله صحیحی درست کنن، به این آرایه ایهام میگن. در درس 13 میخونید بر لب آن چاه سایه ای را دید، او شغاد آن نابرادر بود. نابرادر رو دو جور میشه تعبیر کرد. یک به معنای ناجوان مرد. آره این شغاد ناجوان مرد بود که بالای سر چاه وایساده بود. بچه‌ها نابرادر رو میشه معنی کرد برادر ناتنی و واقعاً شغاد برادر ناتنی رستمه. پس هم این معنای درستی ایجاد میکنه هم این. پس ایهام داریم. درس 7 کتاب شما اصلا اسم درس سودای عشقه. سودا توی فارسی خیلی معانی زیادی داره. مثلا یکی از معانی سودا غمه، یکی از معانی سودا اندیشه و خیاله، یکی از معانی سودا معامله است، یکی از معانی سودا دیوانگیه. این جمله با کدومش معنی پیدا میکنه؟ میگه در عالم پیر هر کجا برنایی است عاشق باده. هر جای آدمیت ایشالله عاشق شه. که عشق غم قشنگیه، معنی میده. که عشق اندیشه خوب و قشنگیه، معنی میده. که عشق دیوونگی قشنگیه، اینم معنی میده. که عشق معامله قشنگیه، اینم معنی میده. کلمه سودا 4 تا معنی داره تو واژه‌نامه. هر 4 تا معنیش اینجا جمله درستی داره ایجاد میکنه. پس ایهام داریم. همش درسته. در درس 10 میخونید چون رود امیدوارم، بیتابم و بیقرارم، من میروم سوی دریا، جای قرار من و تو. یکی از معنی‌های قرار عهد، قول. به قول شما دهه 80های فتنه دیت. میگه من میرم سوی دریا، همون جایی که با هم دیت گذاشتیم، عهد بستیم، قول دادیم اونجا هم دیگر رو ببینیم، وعده کردیم. قرار یک معنای دیگهش آرامشه. مگه نمیگه من بیقرارم؟ میگه میخوام برم سوی دریا، جایی که آرامش بگیرم. هر دوتا معنای درستی درست میکنن. پس ایهام داریم. درس 13 میگه همگنان را خون گرمی بود. بچه ها خون واقعا پرحرارته. خون داغه. دمای بدن رو اصلا خون تأمین میکنه دیگه. یه معنای دیگه خون گرم صمیمیته. کدومش درسته؟ هر دوتاش. هم خونشون پرحرارته هم صمیمیت. قهوه خونه گرم بود، توش بخاری روشن کردن. صمیمیه، همه دوره هم با هم دوستن. کانون گرمی بود، بخاری توش روشن پرحرارته، معنی میده. کانون صمیمی بود، معنی میده. اینا تازه چند تا نمونه است. ایهام زیاد داره کتاب درسی ها. باید کار کنید، باید بگردید پیدا کنید. مثلا یه 2 نمونه قشنگ دیگه شو بهتون نشون بدم. مثلا در درس گذر سیاوش از آتش شما میخونین چو پیش پدر شد سیاووش پاک، نه گرد و نه آتش، نه چی بود؟ نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک. میگه ردی از دود، آتش یا گرد و خاک بر لباسش نبود. درسته آقای مهدی میفرمایند که خون تأمین نمیکنه، اندامهای بدن رو همدما میکنه. درست، حق با شماست، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. خب این حرارت رو باید یه جایی برداره ببره یه جای دیگه. اوکی. پاک اینجا 2 تا معنی میده. نه دیگه امیررضا، ایهام داریم. هر 2 معنی درسته. پس دیگه چیزی به نام جناس همسان نمیتونیم اونجا بگیریم. همشون ایهام دارن. سیاووش پاک یه معنیش میشه سیاووش تمیز. لباساش تمیزه، خودش گفت. دود نخورده، گرد و خاک نداره. 2 سیاووشی که از آتش اومده بیرون نشون دهنده چیه این بیرون اومدنش از آتش؟ نشون دهنده بیگناهیش. پس سیاووش هم بیگناه هم تمیزه، معنی میده.
دوباره تو همون درس یه ایهام خوشگل بهتون نشون بدم. این خیلی ایهام مهمیه. ندیدم کتابا بگنش، ندیدم معلمی بگتش. وقتی که سیاوش از آتش میاد بیرون، دوربین از سیاوش کات میخوره، میره تصویر سودابه رو میگیره. سودابه‌ای که سیاوش رو متهم کرده و گرفتاری براش ایجاد کرده. دوربین سیاوش رو میگیره، سودابه رو میگیره. ما میبینیم که همی کند سودابه از خشم موی. شروع کرده داره موهاش رو میکنه. همی ریخت آب و همی خست روی. صورتش رو داره زخمی میکنه و ریخت آب. این عبارت دو تا معنی داره بچه ها. یک، ریخت آب یعنی اشک میریخت، یعنی گریه میکرد. دو، یه معنی دیگه آب توی ادبیات فارسی آبروه. ریخت آب یعنی بی آبرو شد. هر دوتاش معنی میده. یه چیزی بگم کرک و پرت بریزه، یعنی از اون چیزایی که نشنیدی و نمیشنوی بگم کرک و پرت بریزه. بچه ها اگر من این آب و اشک معنی کنم، نقش این آب چی میشه تو این جمله؟ اشک میریخت، آب میشه مفعول. اگر آبو بگیرم آبرو بگم آبروش ریخت، نقش آب چی میشه؟ نهاد. پس توی این بیت به خاطر حضور آرایه ایهام یک کلمه‌ای وجود داره که قابلیت تعبیر به دو نقش رو داره. میتواند مفعول یا نهاد باشد. اوه 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 اوه. یه بار یه سوال دادم توی امتحانم. یه امتحانی از بچه‌ها گرفتم، این بود سوالم. این بیت رو دادم، نوشتم در این بیت کدوم کلمه توانایی داره که دو تا نقش دستوری براش قائل بشیم؟ کدوم کلمه میتونه دو نقش دستوری داشته باشه؟ ببین، اگر این کلمه مدام رو معنی کنیم همیشگی، نقشش صفت عیشه. عیش همیشگی، خوشی دائمی. اگر مدام رو معنی کنیم شراب، عیش شراب داریم که شراب مضاف الیه عیشه. وای، یعنی مدام توی معنیش مضاف الیه، توی معنیش صفت. وای. میتونید به جای استفاده از لفظ نامأنوس که با پ شروع میشه برای تعجب استفاده میکنین در چت، از واژه‌های شگفتا، سبحان الله، وای، اینا استفاده کنید. چیه اون هی همش دائم دارید راجع به یک سری از زوائد بدنتون هی صحبت میکنید؟ چرا مگه نمیشه خیر، آبروش رو ریخت، آبرو نهاده، آبرو ریخت، آبروش رو ریخت نداریم. خیلی خوب، این اولین آرایه اسمش ایهامه، مواردش زیادن، باید جمع و جورش کنین کنار هم. حالا یه لحظه گوش کن، یه آرایه دومم بهت معرفی کنم. فکر کن توی جملت یه دونه آ داری، میری فرهنگ لغت رو براش باز میکنی، میبینی یه معنی آ1 داره، یه معنی آ2 داره. میری جمله رو شروع میکنی با معنی آ1، میبینی جمله درستیه و معنی میده. اما معنی دومو که میذاری داخلش، جمله دیگه معنی نمیده. همینجا تمومه، دیگه بهش نمیتونیم بگیم ایهام. دیگه نمیتونیم بگیم ایهام، چون گفتم ایهام باید هر دو معنیش بچه‌ها درست باشن. میبینی؟ اینجا دیگه یه معنی شد، دیگه نمیگم بهش ایهام. اما اگر در جمله شما یک بی وجود داشته باشه، یک کلمه دیگه یه جایی که این آدوه باهاش متناسب باشه، یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که نمیتونم براش بپذیرم، اون معنایی که جمله درستی ایجاد نمیکنه، با یه رکن دیگری در جمله متناسبه. به این آرایه میگن ایهام تناسب.
اگر نشنیده باشین ایهام تناسبای کتابو، برا بعضیاتون که سواد ادبیتون خیلی بالا نیست آرایه دشواری میشه. پس بهتره یه دور شنیده باشین. حالا مثالای خیلی مهمشو آوردم و عرضم به خدمت شما که بازم هست، باید بگردید جمع‌آوری کنید کنار هم بنویسیدش. مثلا اینجا رو ببین، گفته لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. وجود سنایی فقط تو رو ستایش میکنه خدایا، به این امید که از آتش دوزخ روی رهایی داشته باشه. روی یکی از معانیش امکانه، یکی از معنیاش چهره. با کدومش معنی میده بچه ها؟ با امکان. به این امید که از آتش دوزخ امکان رهایی براش باشه. چهره رهایی براش باشه که معنی نمیده. چهره اینجا بی معنیه، پس نمیتونم بگم ایهام، چون یکی از معنی‌ها فقط تو جمله قابل قبوله. اما همین چهره که مد نظر نیست، با کلمه های لب و دندان رابطه تناسب برقرار میکنه. به این آرایه میگن ایهام تناسب. اشکالی نداره، معنی مجازیشه، چه اشکالی داره؟ مجازن امکانه، مشکل نداره. یه مثال دیگه ببین، میگه دیروز در قربت باغ من بودم و یک چمن داغ. در اون حس و حال بیگانگی که تو وطنم داشتم، من بودم در حالی که یک اندوهی داشتم به وسعت چمنزار. داغ یکی از معنیاش میشه اندوه، میگن فلانی داغ داره، یعنی اندوه داره. داغ یه معنی دیگهش میشه پرحرارت. آیا پرحرارت رو میشه تو این جمله گذاشت؟ نمیشه. دیروز در بیگانگی وطن من بودم و یک چمن پرحرارت، که معنی نمیده. پرحرارت معنی نمیده. اما توی همین جمله یک کلمه خورشید وجود داره که با پرحرارت در تناسبه. دو معنی داریم، یکی رو پذیرفتیم، یکی رو نپذیرفتیم. اونی که نپذیرفتیم داره تناسب درست میکنه، میگن داغ ایهام تناسب ساخته. درس 12 ببین، میگه به دستور فرمود تا ساروان هیون آورد از دشت صد کاروان. دستور اینجا یعنی وزیر، میگه به وزیرش دستور داد که بره فلان. اولی درس ستایش بود، دومی درس 10، الان درس 12 است. دستور یه معنی دیگه هم میده که فرمانه. به فرمان فرمود که معنی نمیده. حالا این به فرمان فرمود که معنی نمیده، این فرمان که معنی نمیده با فرمود در ارتباطه. فرمان رو میفرمایند، پس اون معنایی که مد نظر نیست داره تناسب درست میکنه. پس دستور ایهام تناسب داره. اینو گوش کن، خیلی قشنگه. میگه همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. واژه دمساز به معنای بچه ها همراز، مونس، آشنا ایناست. این معنی رو میده. این کلمه تشکیل شده از دم به اضافه ساز که اصلا اینجا معنی نمیده. حالا جالبیش میدونین چیه؟ دم یعنی فوت، ساز یعنی وسیله موسیقی. اون کدوم وسیله موسیقیه که توش فوت میکنن صداش در میاد؟ نی. و تو این جمله ما نی داریم. پس در معنایی که اصلا معنی نمیده با نی در ارتباط متناسبه. پس دمساز ایهام تناسب داره میسازه. اوه قشنگه. اینا رو باید شنیده باشین. اینا رو نشنیده باشین اذیتتون میکنه. یا مثلا این درس 6 بود، بعدی دوباره درس 10. به این فصل عملا معنی زمان میده. این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما، یعنی این زمان یا دوران شکوفایی ماست. فصل به بخشی از کتاب هم میگن فصل. مثلا میگن کتاب شیمی 3 فصل داره. معنی نمیده اینجا این بخش کتاب من و توست، بخش کتاب شکوفایی ما معنی نمیده. اما معنی نمیده ولی با این بخوانیم داره تناسب درست میکنه، چون کتابو میخونن. پس فصل ایهام تناسب داره درست میکنه. شگفتا یا للعجب. مثال از اینا خیلی زیاده، باید حواستون باشه و یک دور کتابتون رو خوب بخونین، اینا رو جمع آوری کنین، به این لیست اضافهش بکنین که کامل شه.
کانال رو دنبال کنین، انشالله یه لیست کاملش رو بعدن میذارم. و اما آرای آخر که در کنارش یه نکته ای رو هم بهتون بگم. آرای آخر واج‌آراییه. به این آرایه اصطلاحاً نغمه حروف هم میگن. نکته‌ای که میخوام بگم و همین الان میگم. خانم المیرا معنای زمان میده توی جمله. اون معنی که مورد نظره که اگه تناسب درست کنه که میشه مراعات نظیر فقط. ایهام تناسب زمانیه که معنایی که مد نظر نیست تناسب درست کنه، نه اونی که مد نظر هست. بذارید نکته‌مو همین الان میگم. تو این صفحه به شما مراعات نظیر و واج‌آرایی رو یاد دادم. قبلا هم کنایه رو بهتون یاد دادم. میخوام یه نکته خیلی مهم بگم در حل سوالات آرایه‌های ادبی. خیلی مهمه بچه‌ها، خیلی. بچه‌ها آرایه‌های واج‌آرایی، مراعات نظیر و کنایه تا زمانی که مجبور نشدیم سوال حل کن نیستند. پس تا زمانی که مجبور نشدیم از نوشتنشون پرهیز کنید بچه‌ها. الان قیافه این واج‌آرایی و مراعات نظیر و کنایه الان اینه که آقا ما داریم اینجا زحمت میکشیم، شما دانش آموزی یا چی؟ داریم ما اینجا زحمت میکشیم، ما آرایه است، پس چرا سوال؟ بچه‌ها به خاطر اینکه اینها شیوع خیلی زیادی دارن در بیت‌ها. تقریبا نمیشه بیتی رو پیدا کرد فاقد آرایه واج‌آرایی یا فاقد آرایه مراعات نظیر. پس وقتی طراح به شما میگه این بیت چه آرایه‌ای داره، با عرض احترام این ستا رو ننویسید مگر آن که مجبور بشید. مگر آن که مجبور بشید. چون که خیلی کوته بینانه است که فکر کنیم طراح از ما بپرسه این چی داره، ما بگیم واج‌آرایی، بعد نمره هم بهمون بده، ما هم بریم دانشگاه بهترین رشته‌های جهان رو تحصیل کنیم. کوته بینانه است این طرز تفکر. پس تا جایی که مجبور نشدید اسم این سه آرایه رو در سوالات تشریحی نیارید و با آرایه‌های دیگه سوال حل کنید. حالا توی قسمت حل سوالات ترکیبی بیشتر این موضوع رو توضیح خواهم داد. حالا این واج‌آرایی ماجراش چیه؟ واج‌آرایی میگه اگر نویسنده‌ای در جملاتش یک صدایی رو بیشتر از 2 بار تکرار بکنه جوری که به گوش برسه، این آرایه واج‌آرایی درست میشه. مثلا میگه خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خر شوی. آقا واضحاً داریم صدای خ میشنویم دیگه. خیلی خوب، پس واج‌آرایی خ داره. مثلا بهار میگه برکن ز بن، این بنا که باید از ریشه بنای زور برکن. صدای چی میاد؟ صدای ب میاد. واضحاً صدای. اما میدونی قاعدتا قشنگی واج‌آرایی چی بوده؟ باز از زیبایی‌های ادبیات براتون بگم. از قشنگی‌های ادبیات فارسی است آرایه واج‌آرایی. در امتحانات ما سوال حل کن نیست، وگرنه خیلی آرایه مهمیه. چون میگن در تعریف آرایه واج‌آرایی این قصد و آگاهی خیلی نکته هنرمندانه ایه. یعنی چی؟ یعنی من شاعر تلاش میکنم با تکرار صدا مفهوممو بهت برسونم. حافظ توی بیت اول صدای خ رو تکرار کرده، نه خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد. درسته؟ به نظر چرا صدای خ تو این بیت میاد؟ یکم فکر کن. چون خوابه، داره خورخور میکنه، صدای خورخورش تو بیت داره شنیده میشه، همون جوری که با کلمه ها داره برات شعر میگه، خورخور خوابش داره به گوشت میاد. شاعر میگه کسی که چشمه چشمش چونین ز گریه به جوشد، چگونه راز دل خیش ز چشم خلق بپوشد. صدای چه و شه میاد. میدونی چرا؟ چون چشمه‌ای که داشت توضیح میداد وسط بیتش داره میجوشه. صدای جوشیدن آب از چشمه صدای چه و شه. کرکوپرت ریخ. نه؟ حافظ میگه رشته تسبیح اگر بگسست، معذورم بدار دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود.
صدای سه تو بیتش تکرار میشه. میدونی چرا؟ رشته تسبیحش پاره شده، داره میگه الان زاهد میاد دهنمو سرویس میکنه، چی نگو. تسبیح وقتی میترکه دونه هاش میخوره زمین، صدای سه میاد. آدما تسبیح که میگیرن دستشون ذکر میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، صدای سه شنیده میشه. آره اینا همش شانسیه، میدونی شاعرها بهشون الهام میشه. کرکوپرت ریخ نه؟ آره این بی که تکرار شده خیلی ارزشی نداره، ولی این خیلی قشنگه. ولی در حیطه کتاب ما 3 تا دونه آب یاد بهش میگن واجارایی. پس آرایه سوال حل کنی نیست. سواران لشکر برانگیختن، این بیت از کتاب حذف شده. همه دشت پیشش درم ریختن، صدای ش خیلی خوب شنیده میشه. کاووس کیانی که کیش نام نهادن، کی بود کجا کیش، صدای که وازن شنیده میشه. اهمیتش تو چیه؟ کلمه کاووس یا کلمه کی با که شروع میشه. تصویرسازی نداره. این حافظه که انقدر هنرمندانه از واجارایی استفاده میکنه بچه. خیلی خوب، آرایه های کتاب فارسی یک بار برای همیشه تموم شدن. اما نکته‌ای که وجود داره، تمام درسی که توی این 2 جلسه آرایه بهتون دادم برای این بوده که برسیم سر این نقطه‌ای که امروز ایستادیم. الان وایسا، این 15 دقیقه اصل کارمه. اصل کارم این 15 دقیقه است. همه آرایه یه طرف، این 15 دقیقه یه طرف. چون بچه شما در امتحان نهایی قرار آزمون آرایه بدید. در یک آزمون آرایه طراح سوال تلاش میکنه سواد شما رو از چند جهت بسنجه، نه با یه دونه تک آرایه. پس تا جایی که ممکنه تلاشش رو میکنه مبنی بر اینکه آرایه های متعددی رو از سواد شما بسنجه. 3 سبک بچه ها سوال آرایه های ادبی به صورت سوال ترکیبی مرسومه که در صفحه 87 جزوه براتون آوردم. سبک های دیگری هم میتوانند استفاده بشوند از کنکور، مدل های تستی که قبلا مرسوم بوده و همه اونها نیازمند یک چیزه. من توی این کارگاه تا این لحظه در مورد هر آرایه‌ای هم مثال‌های مهم کتابشو گفتم، هم از اون مهمتر ماهیگیریشو یاد دادم. یعنی من درسته چند تا ماهی بهت دادم، ولی یادت هم دادم اگه ماهی نبود از گرسنگی نمیری. پس تو موظفی ایده برای حل سوال داشته باشی، چون روش پیدا کردن هر آرایه رو بهت درس دادم. حالا چند تا نکته خیلی مهم من بهت میگم، در سوالات ترکیبی ازش استفاده بکنی. یکی از سبک‌های سوال ترکیبی که خیلی رایجه در امتحان نهایی، یه سوالی به این ترتیبه که بیت به شما میدن، جلوش یه سری آرایه مینویسن، 2 تا میگه کدومشو داره، که امروز هم یه اشاره کردم. بچه توی این سوالا برای جلوگیری از اشتباه بهتر آن است که بر اساس رد یک مورد دوم رو جواب ندید، بر اساس پیدا کردن اون آرایه به سوال جواب بدید. یعنی نگید چون حسن تعلیل نداره پس فلان، چون تناقض نداره پس فلان. سعی کنید پیداش کنید. اگر بچه هیچ ایده ای نداشتین، لحظه همینجا وایسا، بی خود هیچ ایده ای نداری. برای چی هیچ ایده ای نداری؟ چرا باید هیچ ایده ای نداشته باشی؟ خب مگه مسخره تو هستیم ما همه اومدیم آرایه درس دادیم؟ خودت تو مسخره که همه وقت باید ایده داشته باشی. روش حل همه آرایه رو درس دادم، برای چی ایده نداشته باشی؟ حالا 1% نداشتی دیگه، اونقدر گیجول بودی هیچ ایده ای نداشتی. آقا امتحان تشریح، سوال خالی که نداریم، 10 20 15 1060 و 16 یکشو میزنی میره. ولی سعی کنید ایده داشته باشید. سعی کنید یا بیت‌های مهم کتابو از قبل دیده باشید، یا اگر ندیدید روش حلای آرایه رو بلد باشین، همون موقع بتونید دنبالشون بگردید. مثلا اینجا گفته اسلوب معادله روش حلش استقلال است و مثال. به راحتی میتونی استقلال بله، مثال مستمع با غنچه، صاحب سخن با بلبل. اسلوب معادله رو پیدا کردم، دورش خط میکشم. اینش خیلی مهمه بچه‌ها، باید پیدا کنید و جواب بدید اگه میخواید مطمئن باشید درسته. آقا این بیتو تو کلاس جعفری درس داد، خاک نعلش برآمد به ماه. آره سریعه ولی نه انقدر پس اغراق. خدا رو شکر نمونه رو دیدیم. ولی من این هشدار رو بهت میدم، در خرداد 1403 احتمال دیده شدن سوالات تکراری در آرایه های ادبی بسیار پایینه.
یعنی احتمالاً همه مثال‌ها مثال‌های جدید خواهند بود، مثال‌هایی که کمتر پرسیده شدن. تشخیص داره یا تضمین؟ به نظرم تضمین نداره جعفری، تشخیص نه. بیا پیدا کن تشخیصش رو جواب بده. کو تشخیصش؟ آها، سر و تن داره و دید داره برا چوب، تشخیصه، پیداش کردم زدم. این گردا همشون عین همن، پس جناس همسان نداریم، این کارو نکن. تشبیه رو میخوای بزنی پیداش کن، بگو این بکر داره یعنی مانند ادات تشبیه. جعفری هم درسش داده، گفته جناس همسان. جعفری مگه سر و بر جناس نیستن؟ خود آقان اینا جناس ناهمسانن. گفته جناس همسان میخوام. این از سبک اول. اما سبک دوم سوالات ترکیبی آرایه های ادبی در امتحان نهایی سبکیه که معمولاً به شما تعدادی آرایه مثلا 4 تا رو در صورت سوال میده، 4 تا بیت به شما میده، یا مثلا 4 تا آرایه و 3 بیت به شما میده و از شما میخواد که اینها رو با هم دیگه مرتبط بکنید. به شما توصیه میکنم در حل اینجور سوال ها از آرایه های بسیار شایع پرتکرار که لغزندند و احتمال اشتباه در اونها زیاد شروع نکنید حل سوال رو. شروع سوال رو بذارید روی آرایه هایی که کمیابترن، روش حل خوب و قابل قبولی دارن، احتمال اشتباه در اونها کمتره. سوال رو با اونا اول خلوت کنید. بین آرایه های اسلوب معادله، حس‌آمیزی، حسن تعلیل و تضاد، بهترین آرایه برای شروع اسلوب معادله است. جناس نیست، تضاد نیست. تضاد شایعه، ممکنه یهو 2 تاش 3 تاش تضاد داشته باشن. اول سوالو خلوت کن. مثالای اسلوب معادله کل کتاب و جعفری بهت گفته دیگه. تو رو امروز تجهیز کرده، تو میشناسی اسلوب معادله ها رو. حفظ نشدی اشکال نداره، روش بهت یاد داد. گفت استقلال مثال. 4 متنه. اصلا اسلوب معادله مال شعره، این متنه. اصلا 4 که هیچی. تا چشم بشر نبیندت روی، اینم که ناقصه. در عالم پیر هر کجا برنایی است، خب اینم ناقصه. پس تنها گزینه ای که میتواند اسلوب معادله باشد 2 است. اسلوب معادله رو جلوی این بنویس، از صورت سوال خطش بزن، سوالت خلوت شه. حالا بین حس‌آمیزی و حسن تعلیل و تضادم میتونی انتخاب خوبی داشته باشی. تضاد و نرو، هنوز حس‌آمیزی خیلی واضحه. نه در 1 نه در 3 هیچ مورد تلفیق حس دیده نمیشه. زمزمه لطیف رو هم امروز دیدیش در این جزوه تکراریه، همین که اگرم ندیده باشی واضحا مربوطه به 2 حس مختلفن با هم ادغام شدن. پس حس‌آمیزی رو خط میزنم، جلوی این مینویسم، سوال خلوت شه. حالا موند حسن تعلیل و تضاد. جعفری گفت حسن تعلیلای کتاب با تا شروع میشن، مثل این. یا به دماوند میگه تو قلبی تو مشتی، یا عاشقان کشتگان، یا جوشش عشق، یا کنجکاوی گله توپ، یا دمگرمی و دل سردی. هیچ کدوم از اینا نیست. تضادش هم واضحه بین برنا و پیر. پس تضاد رو میدم به اولی. حسن تعلیل 3 رو هم از قبل بلدم، یا اگه بلد نیستم روشش رو بلدم. مرتب شد، 1 نمره رو خواهم گرفت. حالا با توجه به تکنیکی که بهت دادم 30 ثانیه فرصت فکر، نه بیشتر، 1 دقیقه فرصت فکر، این دوتا رو سریع حل کن. خودت میخوام دست به قلم شیا. بهترین آرایه اینجا چیه برای شروع؟ اسلوب. بهترین آرایه چیه اینجا برای شروع؟ اسلوب. چون کمیابه، روش حلش ساده و قطعی، احتمال اشتباهش کم. برو ببینم چیکار میکنی. 1 دقیقه فرصت ها. زود باش. منم این گوشه تصویرت وایسادم.
تا دارین حل میکنین 2-3 تا نکته رو تذکر میدم گوش کنین. 1. آرایه ها رو عمیق یاد بگیرین بچه‌ها. دیده شدن این سبک سوالات امتحان نهایی دیگه احتمالش کمتر از قبله. این سوالای این سبک و سوالای سبک اول انعطاف پذیری خیلی بالایی بچه‌ها به شما میده. یه آرایه رو بلد نباشین، یه اینجوری میکنین میرین آرایه بعدی رو جواب میدین. یه جا خالی میدین اون یکی رو جواب میدین، سوال حل میشه. بچه‌ها امتحان نهایی قصد داره آموزش شما و سواد شما رو عمیق‌تر از قبل بسنجه. پس دیگه الان بحث 17 شدن، 15 شدن، 16 شدن نیست، برای نمره‌های خوب جنگه. پس عمیق‌تر شما رو خواهد سنجید. پس سعی کنید آموزشتون رو عمیق‌تر بکنید. بهتون توصیه میکنم حالا که آرایه ها تموم شده توی تعطیلات یه روز وقت بذارید 2-3 ساعت یه کتاب کمک آموزشی رو از درس 1 تا درس 18 بردارید، فقط قسمت آرایه های ادبیشو همه رو از بالا تا پایین حل کنید. بهترین روش برای تسلط روی آرایه پیدا کردنه. من اینجا 5 تا آزمون ترکیبی گذاشتم که این 5 تا آزمون ترکیبی 2 تاش امتحان نهاییه، 3 تاش هم تألیفیه. جواباش هم براتون بچه‌ها میذارم داخل پنلتون که بردارید تصحیحش بکنید و استفاده بکنید. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که بهترین روش برای مسلط شدن این 5 تا آزمونه و حل کردن تمام سوالات آرایه ادبی یک کتاب کمک آموزشی. حالا اینا رو حل بکنیم تا بهت توضیح بدم چرا میگم باید عمیق‌تر آرایه ها رو بلد باشیم. دقت کن به من. اسلوب معادله رو من شروع بکنم، اسلوب معادله وصل میشه به ب، یعنی 4 برای اون ب انتخاب میشه، خلوت میشه. اون خاک نعلش برآمد به ماه اقراقش خیلی واضحه، خلوت میشه. بین ایهام و حسن تعلیل پ جز اون موارد حسن تعلیلی که گفتم نبوده. ایهام واژه سودا رو امروز یاد گرفتیم، پس 1 رو برای این مینویسیم، اینم خلوت میشه و اون آرایه که باقی میمونه حسن تعلیل. الان سوال آسونتر از اون موقعیه که البته توی امتحان نهایی اومده. اون موقع کسی سودا رو به عنوان ایهام کمتر میشناخت. پس اون موقع سوال سخت‌تری بوده. اون موقع باید بین ایهام و حسن تعلیل روش حل بلد میبودی، میگفتی خب به این دلیل و این دلیل حسن تعلیل نداریم پس ایهام. یا ایهام شوهر حرفه‌ای پیدا میکردی، سودا چند تا معنی داره فلان. الانم به همین سبک داره پیش میره. بچه‌ها من کتاب کمک آموزشی رو به شما توصیه میکنم که سوال تألیفی داشته باشه. یه کتابی که فقط امتحان نهایی رو جمع کرده فایده نداره. سوال تألیفی به درد شما میخوره. سوال جدید. پس اون چیزی که حسین گفته نه، اون چیزی که آوین گفته خوبه. باز اینجا من با حسن تعلیل شروع میکنم، اول خلوت میکنم. ب واضحاً اسلوب معادله داره، خلوت میشه. اینجا رخ شاهکاووس پرشرم دید، سخن گفتنش با پسر نرم دید بینایی، نرم لامسه، سخن گفتن شنوایی. 3 تا حس با هم دیگه قاطی شدن. حسامیزی رو واضحا میدم به این خلوت میشه. بین متناقض نما و حسن تعلیل 2 روش برای حل. بله سجاد خوبه، بله محمد خوبه، بله کامیار خوبه. 2 روش میگم. 1 حفظ باشی حسن تعلیلا کدومن. اینی که اینجاست با تا که شروع نشده، به دماوند نمیگه تو قلبی تو مشتی، عاشقان کشتگانن، دلگرمی دم سردی، جوشش عشق یا کنجکاوی گول توپ هم نیست، پس این حسین نداره. یا میگی علت ذکر نکرده، نگفته چرا اگر غریق شی خیس نمیشی، پس حسن تعلیل نداره، رد میکنی اون یکی میزنی. یا حرفه‌ای‌تر متناقض نماشو میگردی پیدا میکنی. این مثال خیلی مهمی از کتابا. بله امیررضا، بله کسرا خوبه. آقا متناقض نماش خیلی باحاله. این میگه غریق شو برو تو آب، عمرن خیس نمیشی. غرق شدن که یعنی خیس شدن، خیس نشدن. همزمان به من میگه هم خیس میشی هم خیس نمیشی. خب این چیه؟ متناقض نماست دیگه. پس متناقض نما رو برای این مینویسم، اونی که میمونه حسن تعلیل. چرا گفتم باید آرایه ها رو عمیق‌تر بلد باشین؟ تقریبا بچه همه کتابایی که دارین میگین خوبه. کتاب دارم میگم معیارتون این باشه، سوال تألیفی داشته باشه، همین. نهایی ها رو جمع و جور کرده باشه، سوال تألیفی هم داشته باشه، همین. چرا میگم باید عمیق‌تر بلد باشی؟ 2 دقیقه پایانی طلاییه ها. اینا سوالای بچه ها امتحان نهایی خرداد 1402 است.
سبک سوالا رو ببین. سوال اول رو نگاه کن، محدودت کرده، نمیگه یه بیت داریم خب چه آرایه‌ای، نه، میگه کاربرد واژگان قافیه‌اش چه آرایه‌ای. فردا سوال میاد در امتحان نهایی ترکیب اضافی این بیت چه آرایه‌ای. فردا سوال میاد صفت استفاده شده در این بیت کدوم آرایه. فردا سوال میاد جمله اسنادی این بیت چه آرایه. محدودت میکنه که عمیق‌تر بسنجتت. کاربرد واژه‌های قافیه این بیت میشه این نیستباد و نیستباد که ظاهرشون یکیه، معنیشون فرق میکنه. جناس یا جناس تام یا همسان. تام یا همسانش هم ننویسید اشکالی نداره. ب رو ببین دوباره چجوری دستتو بسته. گفته در مصرع نخست بیت زیر. یه نکته میخوام بهت بگم، اینو کمتر جایی میگمش بچه‌ها، ولی خیلی نکته مهمیه. یه فرق مهم کرده امتحان نهایی با کنکور سابق که خیلی ها حواسشون به این نیست. قدیما شما لازم نبود اسم آرایه ها تو ذهنتون باشه، شما گزینه میدیدین بر اساس اون انتخاب میکردید. الان اینجوری نیست. الان جای خالی به شما میده، میگه اسم آرایه بنویس. پس من یه توصیه بهت میکنم، این توصیه طلاییه، لیست تمام آرایه هایی که میخونی رو حفظ کن. یعنی چی لیستش رو حفظ کن جعفری؟ این صفحه اولی که ما امروز با همدیگه کار کردیم، شروع کردیم از اونجا درس دادن. بذار بیارمش. اینجا این لیسته رو میبینی؟ صفحه 71. یه دونه لیست هم داشتیم تو آرایه یک، جلسه اول آرایه که درس دادم، اونجا اسم تعداد آرایه نوشته شده بود. صفحه 60. این اسمایی که توی صفحه 60 یا توی صفحه 71 اومده، اسماشو حفظ کن. تو به عنوان یک دانش آموز باید بتوانی کاملا مسلط اسم تمام آرایه هایی که در کتاب درسیت هست رو نام ببری. یعنی باید بتونی بگی آرایه هایی که ما داریم: مجاز، کنایه، تشخیص، استعاره، تشبیه، اسلوب معادله، حسن تعلیل، حس‌آمیزی، تضاد، تناقض، تلمیح، تضمین، اغراق، سجع، جناس، واجارایی، مراعات نظیر. با بتونی اینا رو از بالا تا پایین نام ببری. میدونی چرا؟ چون باید این لیست گوشه ذهنت باشه، یکی یکی بیاری بچپونی داخل این جاخالیا، ببینی کدومش میشینه. و یادت به یه نکته مهم باشه، تا مجبور نشدی از نوشتن کنایه، واجارایی و مراعات نظیر پرهیز کن. به من گفته در مصرع نخست این بیت چه آرایه‌ای هست. این بیت مال درس 14 است. گفته دل چه بندی در این سرای مجاز. این سرای مجاز منظورش دنیاست. این خونه غیر واقعی خونه ای در کار نیست. این منظورش دنیاست. آرایه ها رو از بالا بیام، استعاره است. استعاره رو اینجا می نویسم. از بالا بیایم ببینیم تو مصرع اول چی دیگه داریم. مجاز که خب استعاره رو نوشتم. کنایه داره ولی صبر میکنم. داره ولی صبر میکنم. داره ولی صبر میکنم. کنایه برای آخرین مرحله است. تشبیه نداره، تشخیص نداره. میام همینجور پایین. اسلوب معادله که این یه مصرعه، حس‌آمیزی نداره، حسن تعلیل توی این مصرعه نداریم. دستم بسته است. دیگه حالا اون کنایه دل بستن رو هم توی این جا خالی می نویسم. اگر آرایه دیگری بود اون در اولویت ها. اگر فرض کن یک تضاد یا یک جناس در این بیت بود، در این مصرع بود، اون در اولویت بودا. میدونی چرا اینو بهت میگم؟ چون این سوال پی امتحان نهاییه. گفته در بیت زیر کاربرد تشبیه، مراد نظیر، تلمیح و نقطه چین مشهود است. دستتو با 3 تا آرایه بسته. گفته اینا که کنسله، اینا که هیچی، این آسوناش مال تو نیست. چی داره اصل کاری؟ اگر توی این جا خالی جناس رو می نوشتین مطابق فرمون بعضی از معلم ها یا کتاب های پارسال و بین پشتیبان و کشتیبان جناس می گرفتین، جواب غلط بود چون اینا جناس نیستند. توضیح دادم. کنایه‌ای در این بیت وجود نداره. اگر می نوشتین نمره نمی دادن. با این استدلال که همه بیت ها کنایه دارن، اونو نمیده نمره. واجارایی می نوشتی نمره بهت نمی داده.
دل اینجا مجاز نیست، آوین دل بستن کنایه است. پس اینجا کنایه و واجارهایی نمیتونستی بنویسی، اینجا فقط با اسلوب معادله پر میشده و فقط به اسلوب معادله کلید نمره میداده. پس چجوری من باید یهو یادم به اسلوب معادله میومد؟ با لیست. باید لیست آرایه ها رو از بالا تا پایین داشته باشی تو ذهنت، یکی یکی بری پایین تا ببینی کدومش رو میتونی توی نقطه چین اضافه کنی. دیدن این سبک از سوالا میتواند محتمل ترین باشد در امتحان نهایی که انعطاف پذیری رو از شما بگیره، سواد عمیق تر شما رو بسنجه. کاری که من توی این کارگاه انجام دادم. من توی این کارگاه مثالای کتابو گفتم، از حفظی خارجش کردم، روشارم گفتم، سوال ترکیبی هم گفتم، آزمونم برات گذاشتم. من کار خودم رو انجام دادم. من پای قولی که با هم داشتیم وایسادم. من برا 20 درس دادم. حالا دیگه تویی و تو که ببینیم برا 20 میخونی یا تنبلی میکنی، برنامه نداری، نگاهت به ماجرای امتحان نهایی و تاثیرش درست نیست و نمیخونی برای 20. اون دیگه به تو برمیگرده. بار مسئولیتت سخت میشه، میدونم. آرایه‌های ادبی رو هم تموم کردیم. رسالت این کارگاه تدریس کامل و موضوعی 2 سرفصل بود. آرایه‌های ادبی و دستور زبان که به این دوتا دیگه نیازی به آموزش نداشته باشید، بتونید برید تمرین کنید. آرایه‌اش تموم شد. ما از اون 7 جلسه‌ای که عهد کرده بودیم 1 جلسه‌اش باقی مونده که چون پنجشنبه هفته آینده دیگه وارد سال جدید و تعطیلات میشه، به صورت جبرانی ان شاءالله شنبه پیش رو، یعنی فردا که جمعه است، نه پس فردا که شنبه است، تاریخ میشه 26 اسفند ساعت 1 بعد از ظهر بچه‌ها، به صورت جبرانی قسمت هایی که از دستور باقی مونده، جمله ساده و مرکب، بعضی از قسمت های ویژگی های فعل و شیوه بلاغی رو با هم دیگه کار خواهیم کرد تا این کارگاه به بهترین سرانجام خودش رسیده باشه و عرضم به خدمت شما که کیفشو ببرید. بعضی از بچه‌ها دارن در مورد دیوار امت میپرسن. توی جلسه های تشبیه توضیح دادم که دیوار امت تشبیهه و خودش تشبیهو نوشته. دیوار امت استعاره نیست خانم انیس، معلمت اشتباه بهت گفته احتمالاً. از طریق این آدرس کانال و پیج اینستاگرام میتونید با من در ارتباط باشین. بله خوبه خانم مهدیه، این 5 تا آزمون رو حل کنید، جواباش هم براتون حتما روی پنلتون قرار میدم و همین. امیدوارم جلسه خوبی بوده باشه براتون. من که خودم خیلی کیف کردم. بعضیاتون بهار نشده خزان شدید، برگاتون ریخت امروز. امیدوارم که برگاتون رو دوباره جارو کنید، بذارید سر جاش. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه، کلاس خوبی براتون بوده باشه. دم همتون گرم، قلب همتون. شنبه میبینمتون. خدا نگهدار، مراقب خودتون باشین.